روز حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و حضرت علی کرم الله وجهه به زیارت حضرت ویس قرن از سرزمین مدینه منوره حرکت کردند و آمدند بر حضور حضرت ویس قرن. وقتی که در سرزمین کوفه حضرت ویس را پیدا کردند، در اونجا دیدن، با امر از او نشست و برخاست کردن، صحبت کردن. بعدا سوالاتی که حضرت ویس قرن از جناب حضرت عمر فاروق و حضرت علی کرم الله وجهه داشتن این را متوجه باشین. گفتن آیا شما محمد را دوست دارین؟ گفت بله ما محمد را دوست داریم. گفت اگر محمد رسول الله را دوست دارین بگویین که ابروهای محمد پیوسته بود یا پیوسته نبود. حضرت ویس قرن گفت بگویید برای من که ابروهای رسول خدا پیوسته بود یا پیوسته نبود. حضرت عمر و حضرت علی کرم الله وجهه هر دویشان حیران ماندند. در اینجا نکته وجود دارد. صحابگان کرام به این معنا نی که ابروهای رسول خدا را ندیده بودند، به این معنا که چنان محبت داشتند و چنان در معنویت محمد رسول الله علیه السلام غرق شده بودند که از روح، از جسمانیت محمد رسول الله را فراموش کرده بودند. و بعدا سوال کرد، گفت شما محمد را دوست دارین؟ گفت بله دوست داریم. گفت وقتی که رسول خدا را در غزوه احد دندانش شهید شد چرا شما دندان خود را نشکستاندید؟ حضرت عمر فاروق و حضرت علی کرم الله وجهه حیران ماندند که چی جواب بدیم. یک بار به دهن حضرت ویس قرن نگاه کردند که از مکمل 32 دندان یک دندان در دهن حضرت ویس قرن وجود نداشت. گفت ای ویس تو دندانها را چی کردی؟ گفت به خاطر محمد رسول الله. شنیدم محمد رسول الله دندانهایش در غزوه احد شهید شد، دندانهای خود را به خاطر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم همه را شکستاندم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمود، گفت یا ویس از رسول خدا یک دندان شهید شده بود، تو 32 دندان تمامش را شهید کردی. گفت یا عمر، گفت خبر به گوش من رسیده بود، ندیده بودم که کدام دندان رسول خدا شهید شد. یکی را شکستاندم، گفتم شاید این دندان از رسول خدا شهید نشده باشد. دیگرش را شکستاندم، گفتم شاید این دندان هم از رسول خدا شهید نشده باشد. دیگرش را شکستاندم، گفتم شاید این دندان هم از رسول خدا شهید نشده باشد. 32 دندان را پی همه را شهید گردانیدم. این بود محبت صحابگان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و بزرگان من و شما نسبت به رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم.